ببین ورودی کارمون بعد میاد از اینجا یه ورودی میخوره میاد اینجا. این تاقچه رو البته ما خاک پر کردیم، میاد اینجا یه دونه دخمه بوده خالیه، هیچی توش نیست. بعد این محدوده حوضشه، جای اصلی ما. ببین این محدوده حوضشه درست رو سر حوضه، اون سنگ رو سر حوضه. از اونجا میاد. ببین این سنگ مورد نظر منه. ببین کلا یه تیکه جدا، عکساش هم هستش و چشم انداز اطرافش هم که مشخصه. عکس زیاد گرفتم. محدوده حوض. ببین دیواره بیرونیش تا جایی که خودم وایستادم. بیا اینم پای خودم. این محدوده بیرونیشه. محدوده داخلیش این قسمت میاد. بعد این قسمت حوض، صحبت از گوشه حوضه. این گوشه، ببین گوشه داره، این گوشه حوض. بعد میره پایین دیگه تو عمقش که بعداً برقشو اوکی میکنیم. ولی ورودیش از این تاقچه خیلی صحبت زیاد داشت. تاقچه یه زلش با زل دیگه‌ش هم فرق داشته. اوکی، خداحافظ.